سگ شناسی 2. مرحوم آیت الله مروارید که از عرفا بودن، خدا روحشون رو شاد کنه، یکی از این دوستان نقل میکرد ایشون بعضی وقت می آمدن اگر میتونستن صورتشون رو میگذاشتن به پایین خلاصه عتبه، یعنی به اون ستون زیر پای زوار، این آیه را میخواندن و کلبهم ذرائیه بالوسیط، همون آیه‌ای که مربوط به سگان اصحاب کهفه، یعنی یا علی ابن موسی رضا، و کلبهم ذرائیه بالوسیط. دیگه به قول هر چی ما بخوان در تفسیر و تعویل این سخن بگیم، واقعا بیان از این خضوع این بزرگوار در برابر امام معصوم عاجزه. بینندگان گرامی، اولا این آخوند برای چند دهمین بار آیه قرآنی را اشتباه می‌خواند و میگوید و کلبهم ذراعیه بالوسیط، در حالی که درستش این است و کلبهم باسط ذراعیه بالوسیط، و کلمه باسط را در آیه نمی‌خواند. نکته دوم این که الله عزوجل در قرآن کریم می‌فرماید ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما انسانها را گرامی داشتیم و آنها را در دریا و خشکی بر مرکب سوار کردیم و از نعمتهای پاک بهره‌مندشان ساختیم و آنها را بر سایر مخلوقات خود برتری زیادی بخشیدیم. حال باید پرسید آیا شایسته است انسانی که الله عزوجل او را گرامی داشته و بر مخلوقاتش برتری داده و مورد سجده ملائکه قرار گرفته است خود را به حیوان پلیدی به مانند سگ تشبیه کند؟ آخر در کدام قاموس اخلاق انسانها سگ بودن و سگ شدن نشان تواضع است؟ و چرا این آخوندها و همکیشانشان اصرار دارند که خود را سگ معرفی کنند؟ اللهیاری هیچ کسی نیست. اللهیاری در کنار این خیمگاه امام حسین علیه السلام اون دور یک سگ پاشکسته اونجا افتاده، اون اسمش اللهیاری، اون منم. جان مرا چه ارزشی تا که کنم فدای غم، که ره برم به کنج خلوت حرم، اذن بده که تو شوم سگ در سرای تو، سگ در سرای تو. هر کی میخواد هر چی بگه، هر کی میخواد هر چی بگه، هر کی میخواد هر چی بگه، من سگ کوی زینبم. هر کی میخواد هر چی بگه، من سگ کوی زینبم. بهشت جاودان ز تو، سلطنت جهان ز تو، کران و بی کران ز تو، زمین و آسمان ز تو، من سگ کوی زینبم.
روزی میاد آقا جون که منم سگ تو باشم، چشم و موقع مرگم زیر پات گذاشته باشم، چشم و موقع مرگم زیر پات. سبب خلقت من گفتن یا رقیه است، انا کلب رقیه، انا کلب رقیه، انا کلب، انا کلب رقیه، انا کلب رقیه، انا کلب به راستی چرا این قوم اصرار دارند که خود را سگ معرفی کنند و سگ بودن را برای خود افتخاری می دانند؟ حقیقت این است: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. برایشان سرگذشت کسی را بازگو کن که آیاتمان را به او دادیم ولی او از آن جدا شد و شیطان بر او دست یافت و بدین ترتیب در شمار گمراهان قرار گرفت. اگر می‌خواستیم مقامش را به وسیله این آیات بالا می‌بردیم ولی او به پستی گرایید و از خواهش نفس خویش پیروی کرد. مثالش همانند سگی است که اگر به آن حمله کنی دهانش را باز و زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حالش واگذاری باز هم زبانش را بیرون می آورد. این مثال کسانی است که آیاتمان را تکذیب و انکار نمودند. این داستانها را برایشان بازگو کن تا بیندیشند. چه بد است مثال کسانی که آیاتمان را انکار نمودند و همواره به خود ستم می کردند.